تصویر صنعت خودروسازی در سند چشمانداز 1404. 20 سال پیش وقتی دولت اصلاحات سند چشمانداز ایران در 1404 را می‌نوشت، خودروسازی در ایران یکی از صنایع برتر و پر رونق بود. حالا که در سال پایانی این سند چشمانداز قرار داریم، بد نیست مروری کنیم بر جایگاهی که قرار بود ایران در سال 1404 در خودروسازی برسد. در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 بیان شده است که صنعت خودرو شامل قطعه سازی، مجموعه سازی، خودروسازی، خدمات مهندسی، خدمات مالی صنایع جانبی و خدمات پس از فروش به عنوان پیشتاز و پیشران صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی و فنی می‌تواند در دستیابی به چشماندازهای پیش روی اقتصاد کشور ایفای نقش کند و به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه 5 آسیا و رتبه 11 در جهان دست یابد. در بند دیگری از این سند چشمانداز، ایجاد پایگاه‌های ساخت خودرو با مشارکت کشورهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله راهکارهایی بود که برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده بود. اتفاقی که با همکاری خودروسازان فرانسوی در دهه 80 و تولید L90 در حال رقم خوردن بود. با این حال، دوره احمدی نژاد دوباره بازگشت به پیکان و بعد از آن فرستادن ایران به سمت بازار خودروسازی چین بود. صنعتی که در مشارکت با سیتروئن فرانسه در حال تولید بود و بعد از سالها تولید 206 و 405 در طراحی خودروی ملی توانسته بود سمند و پرشیا را به بازار عرضه کند، با تصمیمات مجلس هفتم ناکام ماند. حالا با شرایطی روبرو هستیم که ترکیه نفر اول خودروسازی منطقه به حساب می آید و ایران در سرمایه گذاری در این صنعت از عربستان سعودی و مراکش عقب مانده است.